علیکم. میری پابوس آقا. سلام آقا. آقا تو قرآن وقتی که میری بخوای شوهرت ازت راضی باشه چادر رو میبندی کمرت، هر جور از روی آقا ور میداری. حتما باید این دوتا شم روشن باشه، نباشه نمیشه. پاهای آقا رو از این بالا دستم نمیخوره جای آقا، میدونه ماله بچه ها هستن. پاهای آقا رو ماساژ میدی، جورابا رو در میاری، بو میکنی، بوی بهشت میده. این یکی رو بر میداری در میاری، مثل حرم امام رضا میمانی سر تنه، بو میکنی میذاری بالش سرت. اوه نیفته. بعد یه تشتی بر میداری آقا، یه ذره شما این قنبلتون رو بیاری بالا، شما بخواید بشه نیا. بعد پا رو بر میداری، آفته بر میده بچه ببینم. این پای آقا یه ذره زانو رو خم کن، پای آقا رو آفته بری میریزی. اون یکی هم بده آقا، پای آقا رو قشنگ ماساژ میدی، گل باشه گلاب باشه هر چی باشه خوشبو بشه که شب میخوای بری بیب که پا بو گل نده دیگه. قشنگ پاها رو ماساژ میدی، این دست آب میکشی، این دست هم آب میکشی، یه دونه شمع خاموش شد. بعد پای آقا رو ور میداری. آقا پا رو شما به کمرت بشنه لازم دارم کمرت. آقا این پا رو بچه این لگن رو بردار. آها لگن شما این پا رو بزن، اصلا تکون نخور. شما پا رو قشنگ ماساژ میدی، پخش کنن آقا مهم نیست، قشنگ ماساژ میدی. برای بنیان عشق زندگی چیزا مهمه. بده دیگه ما کار داریم. پس رو بده بینم. برو بر بچه برو بر. مرمون خاموش کنیم. آقا یه ذره برو برتر. آقا برو دیگه بخوابیم. بچه ها خوابن زود باش. برید بخوابید ببینم. بخواب بر آقا. آقا بده ببر نخواب. این همه پاتو ماساژ دادم.